درود دوباره بر شما، خسته نباشید، تشریف بیارید. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خب خدا رو شکر میبینم که خیلی خوب فهمیدید و حال کردید. دمتون گرم، لذتشو ببرید. بله بریم بچه ها. قرار شد بگید که این چی میشه. بریم ببینیم این چی میشه. خب توی معادله شتاب که من دوبار مشتق گرفتم، الان میخوام به جای این آسینوس x بذارم. میشه دیگه x بذاریم. اون وقت بعد چی به دست میاد؟ این منفی اومگا 2x. این رابطه تو کتابتون نیست. آخرین بار کنکور 1402 سال اومد. تمرین آخر فصل کتاب داده که بدون این خیلی طولانی سخت میشه. خیلی طولانی حل میشه. چی گفتم؟ خیلی طولانی سخت میشه. خیلی طولانی و سخت حل میشه. خب این رابطه رو باید بدونید، اسمش رابطه شتاب مکانه. رابطه شتاب مکان. حفظ کنی؟ نه. گوش کن به من. گوش کن، حفظی نداری. ببینید منو، این مکانه. شما از مکان دو تا مشتق بگیری میشه شتاب. از مکان دو تا مشتق بگیری میشه شتاب. هر یه مشتق هم که یه اومگا میاد. پس من از این دو تا مشتق میگیرم. این خود اومگا 2 هم داره تایید میکنه عرض منو که دو تا مشتق گرفته از مکان. اومگا اومده شده شتاب. اصلا داره باید حرف میزنه. نگاه کن. دو تا مشتق بگیرید، دو تا اومگا میاد ضرب میشن. این دو تا اومگا ضرب بشن میشه اومگا 2، میشه شتاب. فقط چرا منفی داره؟ برای اینکه مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس. به این دلیل یه دونه منفی میاره. اومگا در یک حرکت نوسانی ثابته. ببین ما مثلا اگه یه روز بگن دو تا نوسانگر داریم، نوسانگر آ، نوسانگر ب، این دوتا اومگاهاشون با هم فرق داره، ولی برای یک نوسانگر این اومگا همواره ثابته. پس گنگ خورش هم که بالاست. این دوتا با هم گنگ مستقیم دارن. شتاب و مکان متناسب و مختلف العلامن. فوق العاده مهمه. این مهمترین ویژگی حرکت نوسانیه. یادت زنگ پیش گفتم، بعد گفتم این طلبتون تا بگم، اثباتشو گفتم، زنگ دیگه میگم اینجا. چی؟ نمودار که میخواستم بکشم گفتم اینجا مکان ماکسیموم مثبته، پس باید شتاب ماکسیموم منفی باشه. آخه چون شتاب و مکان متناسبن، اگه مکان 2 برابر شه شتاب 2 برابر میشه، نصف شه نصف میشه، صفر شه صفر میشه، ماکسیموم شه ماکسیموم میشه. فقط مثبت باشه منفی، منفی باشه مثبت. مکان ماکسیموم مثبته، پس باید شتاب ماکسیموم منفی باشه. این ساده ترین و بهترین حالتشه. البته من جورایی دیگه درش آوردم براتون با اطلاعات سینماتیکتون، ولی این خیلی قشنگ تره. پس بنابراین اینا رو من اینجا نوشتم، پاک کنم دوباره است. اینو داشتیم با هم دیگه بررسی میکردیم. پس بنابراین یه بار با هم بریم. مکان بیشینش چیه؟ آ. البته مثبت منفی. حالا من قدر مطلق میگیرم. سرعت چیه؟ خب مشتق میگیری، یه اومگا میاد ضریب پشت سینوس کوسینوسه، میشه آ اومگا. شتاب دوباره مشتق میگیریم، یه اومگا دیگه میاد ضرب میشه آ اومگا 2. تکانه یه جرم ضرب میشه. نیرو یه جرم ضرب میشه. درسته؟ رابطه شتاب مکان. شتاب دو تا مشتق از مکانه، هر یه مشتق یه اومگا میاد ضرب میشه اومگا 2. فقط این سینوس این منفی سینوسه. چرا؟ چون مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، یه منفی میاره که اونم تازه با قدر مطلقش اومده بود تو کنکور. یعنی قدر مطلق که البته نیستش، بزرگیه، چون بردارن. اسمش چیه؟ شتاب مکان. حفظی خیر. یه سری فرمول اگه یه موقع جای دیدید به درد نمیخوره. مثلا این دوتا رو به هم تقسیم میکنن، میگن وی ماکس به ایکس ماکس، مقدارش بزرگیش این به این تقسیم میشه اومگا، این به این هم تقسیم شه باز میشه اومگا. خب این چه فرمولای آشغالیه؟ خب معلومه که این با این یه اومگا فرق داره، این با این یه اومگا، این با این یه اومگا، این با این دو تا اومگا 2. پس این به این میشه اومگا 2، این به این میشه اومگا، این به این میشه اومگا. اینا که فرمول نیستن که. برشون کن این آشغالا رو، به درد نمیخوره. یه بار دیگه این مشتقه رو ببینید، من خیالم راحت شه. مکان بیشینش آه، جنسش هم کوسینوس بود، پی دوم اضافه کردم شد سینوس. بعد چی کار میکنم؟ مشتق میگیرم،
خب مشتق میگیرم میشه چی؟ سرعت آ اومگا، سینوسش هم میشه کوسینوس. دوباره مشتق میگیرم آ اومگا دو، اون مشتق کوسینوس هم میشه منفی سینوس. جاش میذارم میشه چی؟ میشه رابطه شتاب مکان. تکانه و نیرو بخوان چی؟ در یه جرم ضرب میکنم. بیایید در یه جرم ضرب کنیم ببینیم چی میشه. در یه جرم ضرب کنم، در جرم ضرب کنیم میشه F ام آی دیگه، یه ام هم میاد اینجا، منفی ام اومگا دو ایکس. پس این رابطه شتاب مکانه، این رابطه نیرو مکانه، حفظی نیست اصلا. چطور میبندیم؟ چطور بند؟ خب مشتق شتاب ژرکه که دیگه لازم نداریم، شتاب بر اسم مکان در یه جرم ضرب میکنیم میشه نیرو. خب یکی از معروفترین نوسانگرهای دنیا، یعنی یه مثال خیلی معروف برای نوسان، حرکت نوسانی، دستگاه وزن فنره. دستگاه وزن فنر که شما باش با فنر توی دینامیک آشنا شدید، اینطوری یه فنر به دیوار میبندیم، ثابت فنر کا، جرم این وزن ام، خود فنر جرم نداره، خود فنر جرم نداره، از جرم فنر صرف نظر میکنیم، وزنه ای رو بستیم به فنر، این به حال تعادل قرار داره. وقتی به حال تعادل قرار داره یعنی اینکه الان فنر طول طبیعی و عادی خودشو داره. اون وقت اینجا میشه وضع تعادل یا حالت تعادلش. هیچ استکاکی هم اینجا نداریم، از تمامی استکاک ها صرف نظر میکنیم. این وزنه رو میگیرن، میکشن، رها میکنن. رها میکنیم یعنی سرعت صفره. بعد این وزنه شروع میکنه به چی؟ نوسان. این پاره خط نوسانشه، پاره خط MN. اینجا چی؟ وضع تعادل، مرکز نوسان. اینجا سرعت چیه؟ صفره. پس اونجایی که رها میکنیم اینجاست. این چیه؟ دامنه. این چیه؟ مرکز نوسان یا وضع تعادل. بنابراین دستگاه وزن فنر بهش میگن. وزن فنر، خود فنر جرم نداره، از صرف نظر میکنیم. اگه جرم داشته باشی یه داستان پیچیده پیدا میکنی که شما ندارید. یه وزنه میبندم به فنر، به حال تعادل قرار داره روی یه سطح افقی، قائم هم میتونه باشه، فعلا افقیش یاد بگیرین، قائمش رو هفته‌های دیگه بهتون میگم. اینو میگیرم با دستم 5 سانتی متر میکشم، رها میکنم، یعنی این سرعت صفره. اگه اینو 5 سانتی متر بکشی رها کنی، اینجا نقطه رها کردنه، اینجا هم وضع تعادل، اون 5 سانتی متر میشه دامنه. پس بنابراین اون چیزی که همیشه میکشیم به شرطی که رها کنیم، که شما هم فقط همینو دارین، به شرطی که رها کنیم اون فاصله رها کردن تا وضع تعادل میشه دامنه. میتونست بگه اینو میگیرم 10 سانتی متر باش فنر رو فشرده میکنم، رها میکنم، وقت دامنه میشد 10. پس مقداری که میکشیم، یعنی بهتر اینجوری بگید فاصله نقطه رها شدن تا وضع تعادل. اینجا سرعت صفره. اینجا وقتی که وزن ساکنه خب صفره، اینو که میدونیم، اما اون موقع رو نمیخوایم، میخوایم نوسانش رو بررسی کنیم. وقتی که از نقطه M که کتاب گفته اینجا رو بگیرید مبدأ زمان، از اینجا شروع میکنه به نوسان، از اینجا که رهاش کنم، هنگام عبور از وضع تعادل اینجا سرعت بیشینه میشه. چرا سرعت بیشینه است؟ به چند دلیل برات گفتم. اینجا چون مکان صفره، بهترین دلیل ریاضیش اینه مکان صفره، سرعت بیشینه است. فقط چرا منفیه؟ چون خلاف جهت داره میره. اینجا هم گفته بودم مثلا چون تندشونده است سرعت به بیشینه میرسه. البته که یه دلیل ریاضی دیگه هم برات خواهم گفت علاوه بر اینا. بسیار خوب. پس هنگام عبور از اینجا سرعتش چی میشه؟ بیشینه. اینجا هم که سرعت صفره. پس فاصله نقطه رها کردن تا وضع تعادل میشه دامنه. بله. این کیه؟ این یه مثاله. کتابتون اومده با دستگاه وزن فنر کلا نوسان رو توضیح داده، یعنی انگار با یه مثال اومده نوسان رو توضیح داده. من چی کار کردم؟ من اومدم با ریاضیات براتون توضیح دادم، چون ریاضیات زبان قاطع هست، هیچ انقلتی نداره، هیچ اگر و امایی توش وجود نداره. ولی اگر بیای با یه مثال دستگاه وزن فنر بگی، بعد یه جوریه دیگه. کتابای پایه معمولا، اونم همشون نه، بعضیاشون تو دانشگاه میان با دستگاه وزن فنر میگن یه مدلی از نوسان درس دادن و خوندن و نوشتنه.
ولی مدل خفن ترش به نظر من با ریاضیه. فقط ریاضی مشکلش اینه که باید شما بری اول یه بیس ریاضی پیدا بکنی که این بیس رو من توی سینماتیک ایجاد کرده بودم، به خاطر همین بود. خب ما توی دینامیک قانون هوک خوندیم که F مساوی چیه؟ کایکس. اسمش چی بود؟ قانون هوک. آقا راستی اگه استکاک داشته باشه چی میشه؟ این آقای رابرت هوک بود که گفته نیرو به فنر وارد چه؟ ثابت فنر تغییر طول فنر. این X طول فنر نیست، تغییر طول فنره. خب اگه استکاک داشتیم چی؟ ببین اگه استکاک نداشته باشی اینو بکشی ولش کنی، این شروع میکنه به حرکت نوسانی تا ابد. ولی اگه استکاک داشته باشیم این دامنش کم میشه تا میسته. اون وقت بهش میگن حرکت نوسانی میرا. میرا یعنی میمیره، دامنش تموم میشه، کم میشه، صفر میشه. حرکت نوسانی میرا شما نمیخونید، بنابراین هیچ وقت شما استکاک ندارید. چرا نمیخونید؟ ریاضیاتش خیلی پیچیده است، معادلات دیفرانسیل میخواد. پس بنابراین نوسانی که شما میخونید استکاک قطعا نداره، دامنه ثابته. اگر دامنه کم شه بهش میگن میرا، اون وقت استکاک داشتیم که شما ندارید. دیگه یه مدل دیگهش هست. خب وزنه همینجوری هی دامنش زیاد میشه، اونم شما نمیخونید، معادلات ریاضی داره که پیچیده است، تازه از اون میرا هم پیچیده تره. تحریک خارجی میخواد، اون تحریکش خودش معادلات نیروی سینوسی یا کوسینوسی یا حتی توابع نپری، توابع نمایی با پایه عدد نپر که فکر کنم نمیخونید عدد نپر رو، که دیگه 2-3 سال بعد ریاضی بخونید تا بفهمید دیگه. حالا خیلی هم نمیخوایم دیگه وارد خیلی سطح بالا بشیم، در حدی که منطقی باشه دیگه. خب آقا این قانون هوک رو برد بیا با این مقایسه کن بفهم. چه باله. آره فقط چه این منفی داره این نداره. ببین میدونی نیرو برداره، اینم برداره. این دو بردار امروز فهمیدی که این دو بردار یعنی شتاب و مکان در نوسان ناهمسوان برداراشون، به همین خاطر منفی گذاشتن. راستشو بخوای این نوع نوشتن اشتباهه، باید اینجا علامت بردار بذارم. علامت بردار که بذارم اون وقت منفی میخواد. اگر علامت بردار رو نذاریم، اینجا هم نذاریم، این منفی رو دیگه نباید بنویسیم. منفی رو نباید بنویسیم. یه چیزی بگم شاید بعضیاتون بفهمید. میدونید چرا پس میذارن؟ برای اینکه بردارها رو وقتی در دستگاه قطبی نمایش میدن، مثلثاتی نمایش میدن، بعد خود در واقع مثلثات یعنی سینوس کوسینوس تانسورن، شبه بردارن، به این خاطر گاهی میذارن گاهی نمیذارن. یه داستان خیلی خفن پیچیده داره. حالا من اینقدر گفتم شاید بعضیاتون فهمیدید، ولی بدونید که خودتون رو خیلی درگیر این منفیه نکنید. چیزی که باید بدونید اینه که شتا و مکان ناهمسوان، مختلف العلامن. واقعیتش اینه که تو سینماتیک هم همینطور، ما نباید منفی بذاریم براش، چون طول بردار که نمیتونه منفی باشه. پس درستش اینه که علامت بردار بذاریم، اگه نذاریم غلط نیست ولی درست هم نیست با توجه به سواد شما. پس خودتو درگیر این منفیه نکن. توضیحشو دادم که چیه. این دوتا رو اگه با هم مقایسه کنیم چی میشه؟ همینطور که میبینید ام اومگا 2 میشه ثابت فنر. آیا همیشه همینطوره؟ برای دستگاه وزن فنر همیشه اینه. آخه ما نوسانگرای دیگه هم داریم. مثلا ممکنه پیستون در داخل سیلندر نوسان کنه. وقتی که پیستون در داخل سیلندر نوسان میکنه که دیگه وزن فنر نداریم، ثابت فنر نداریم. پس ثابت فنر فقط برای دستگاه وزن فنره. در نتیجه برای دستگاه وزن فنر چی میتونی بگی؟ کا مساوی ام اومگا 2. اثبات کردم. اثباتاشو ندارید. خیلی هم این مهمه. این کا ثابت فنره. واحدش دیمانسیونش رو بررسی کنیم. آقا بررسی کن. این واحدش نیوتن بر متر تو اس آی. تو امتحان ترما یا کنکور ممکنه نیوتن بر سانتی متر هم بگن، تو تستا براتون میگم. امروز فقط درس میدم. خب این چیه؟ این جرمه. از نوسان منظورمه. این جرمه کیلوگرم. این چیه؟ رادیان بر ثانیه بود. زنگ پیش گفتم. رادیان بر ثانیه، خود رادیان یادت باشه تو دیمانسیون بهتون گفتم نه واحد اصلی نه واحد فرعی، جای رادیان 1 بذارید. میشه بر ثانیه. بر ثانیه به توان 2 برسه میشه چی؟ مجذور ثانیه. درسته؟ بله؟ خب حالا چی کارش کنم؟ خب نیوتن بر متر هم ساده کنم ببینم به این میرسه. نیوتن بر متر
این دیگه شد کیلوگرم بر مجذور ثانیه. نیوتن خودش میشه جرم ضرب در شتاب، اینم شتاب، جرمش ما این میره شد کیلوگرم بر اس2. شاید یه روزی موقع دیدین تو 401 اومده بود مثلا گفتن کیلوگرم بر اس2، حالا اینو نگفته بود جنسش چطوره، ثابت فنر. اینا رو تو دیمانسیون بهتون یاد دادم، هر جا برسیم ازش استفاده میکنم، به خصوص توی 11 واحدا سنگین ترن، اونایی که اسم دانشمندن. این ثابت فنر میشه. آقا از اینجا امگا رو به دست بیاری، آره این ام میاد تو مخرج، این میشه کامون، طرفین رو جذر بگیر، میشه امگا مساوی رادیکال کامون. خیلی هم معروفه. به جای این همین خوبه دیگه، ولش کن. بعد میان به جای این میذارن یه چیزی که هنوز نگفتم، به جای این میذارن 2 پیتیوم که حالا بهت میگم، بعد یه چیز دیگه به دست میاد، شما همینو بدون بسه. بعدم ببین اینا رو حفظ نکن، من خودم میدونی هر بار این پروسه رو دنبال میکنم. چی؟ یه بار با هم بریم از اول. من میگم x مساوی آ کوسینوس یه پی دوم میذارم، میشه x مساوی آ سینوس اومگا تی بذار پی دوم. مشتق میگیرم، مشتق بلدم دیگه، میشه آ اومگا کوسینوس، بعد میشه آ اومگا 2 سینوس، منفیش هم مهم نیست. بعد تو این قرار بدم میگم شتاب مکان میشه اومگا 2 x، یه منفی هم داره که حالا ولش کن، آقا میرحسینی توضیح داد، گفت اینا بردار بذاری بعد اون منفی رو بذاری، نظری هم غلط نیست، یعنی بزرگی گذاشتی، بزرگی گذاشتم. چون خودم میدونم، من اونجا میخواستم اثبات کنم اینا مختلف العلامه و ناهمسوان. دیگه دیدی دیگه خودت، حتی میخوای ببین تو اون چیزی که شکلی که اول داشتیم اون موقع چون اثبات نکردم استفاده نکردم، ولی نگاه کنین تو این شکله بردار مکان اینجاها مثبته، اینجا مثبته، یعنی بردار مکان اینجوریه، این ور چی منفیه، منفیه یعنی خلاف جهته، این بردار مکان. مگه نه اینکه اینجا تو اینا بردار شتاب اینطوری بود، میگفتم شتاب همیشه اینجوریه، x برعکسشه، میبینی؟ اینو من اثبات کردم برات، ندارید اثباتشو، ولی دلم میخواست که اساسی بفهمی اینا رو که بعداً توی مثلا سوالات دشوار چیزی برات ابهام ایجاد نکنه. بله اینجا پس مقدارش رو گرفتم، بعد در یه جمع آقا میرحسینی ضرب کرد شد m اومگا 2 x، بعد این m اومگا 2 رو اسمش رو گرفت چی؟ کا. چرا؟ چون قانون هوکه. پس ثابت کرد که ثابت فنر میشه m اومگا 2. حفظی نیستن، خداییش حفظی نیستن. یه دور مرور کنیم، بشین برای خودت خونه، همین امروز کلاس تموم شد اینا رو بساز، هی بساز. ساختنیه. چجوری؟ بگو مکان کوسینوس دادن، یه پی دوم میذارم، حتما یه صلاحی میدونسته گفته، یه پی دوم میذارم میشه سینوس، مشتق میگیرم آ اومگا، مشتق میگیرم آ اومگا 2. به جای اون یارو بذارم شتاب مکان به دست میاد، شتاب میشه اومگا 2 x، یه منفی هم داره مهم نیست، گفت تو اثباتش لازم بوده، تو سوالا لازم نداری. یه جرم ضرب کرد شد چی؟ نیرو. مقایسه کرد با ثابت فنر، خب با قانون هوک، گفت ثابت فنر میشه ام اومگا 2. این ام اومگا 2 ببین اینجوری نگاش کن، بگو این اومگا 2 تا مشتق بوده شتاب، اون ام هم جرم اومده ضرب شده دیگه، خداییش کجاش افسیه. ام اومگا 2 اومگا 2 تا مشتقه که شتاب بده، 2 تا مشتق از مکانه، ام هم ضرب کردیم که شتاب بشه نیرو. بعد ایکسش کو، ایکسش بغلشه بذارم میشه کا ایکس که میشه نیرو، دیگه نذاشتم. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. خب دیگه چی براتون بگم یه موقع شتک نشید؟ دارم جزوه رو نفرستادم. چقدر طول میکشه؟ اب نداره. بچه یک دقیقه به من وقت بدید، یادم رفت جزوه رو بفرستم برای خانم. آزمون رو بدید، من آزمون نمرات رو بررسی کنم تا شما اینجا. اونجا هم داریم؟ خیر اونو به من بدید لطفاً، متشکرم، تا من جزوه رو براتون بفرستم، قالبتون رو بزنید. فرستادم. بعد که قالب زدین لطفاً رو پنلشون هم پس بذارید. سپاسگزار. آزمونتون رو ببینیم چیکار کرده این دختر و پسرا. بابا نه اینا نه، اینا نه، اینا نه، این منفی ها نه، اون صدا رو من دیدم گفتم بابا. خب خانم آقایون سینا علویان، کوثر رستمی، فائزه آمون، امیرحسین رستمی رو زیاد میبینم باریکلا، ایلیا ظاهرنیا، بیتا مرادی، روژان صفامنش، علی رهنما، ایلیار ابراهیم نژاد، یونس یگانه، سینا رستم نژاد، محمد صدرا صمدی.
بله اینا 100 زدن، 90 هم که زیادن. این امیرحسین رستمی اسمش آشناست، شاگرد من نبودی قبلا؟ بعد دیگه بله این مربوط به چیه؟ این گرماه. دینامیک هم ببینیم. دینامیک یاسین احمدیان، امیرحسین طاهرآبادی، سینا رستم نژاد، بردیا قرابیکلو، علیرضا ریاحی، امیرحسین ربیعیان. کلا امیرحسینا پرچمتون بالا خیلی چاکریم دیگه. منم امیرحسینم البته تو شناسنامه، ولی خب دیگه به اختصار همه امیر بهم میگن. روژان صفامنش و بقیه که البته اینا خیلی درصدای خوبیه. خب منتها دیگه من اگه بخوام همه رو بخونم خیلی دیگه دینامیک ظاهرا سخت‌تر بوده، درصدا کمتره. یا شایدم چقدر صفر داریم، منفی هم داریم. من کف این 2-3 نفر آخرم میخواستم اسمتون رو نشون ندم، ولی کف اینم، یعنی شما همه رو غلط زدید. از دید من خیلی ارزشمنده، یعنی 100 زدید، چون یعنی شما رندوم هم میزدید امکان نداشت همچین چیزی در بیاد. یا تو تمام دام ها افتادین، یا اینکه اصلا بلد بودید. اتفاقی هم شما همه رو 1 میزدید بیشتر میشد مثلا. خب بله مرسی، خیلی ممنون. سپاس از بچه‌هایی که زحمت میکشید. هر نتیجه‌ای که بگیرید مطمئن باشید که نتیجه مستقیم زحمات و کوشش خودتونه. یعنی ما که کارمون رو انجام میدیم، سالهاست داریم انجام میدیم. توی یک کلاس ممکنه یکی منفی 20 بزنه، منفی 30 بزنه، یکی 100 بزنه. خب همین هم تو کنکور میاد دیگه. اون کسی که تو کنکور منفی 20 میزنه اونم شاگرد ماست دیگه. اونی هم که 100 میزنه، 90 میزنه، اونم شاگرد ماست. خب پس بنابراین من تعیین کننده نیستم. بستگی داره که چقدر خودت زحمت بکشی. اون زحمت شماست که تعیین کننده موفقیتتونه. خب یه چیزی میخوام برات بگم، خیلی مهمه، آسونم است. یه ذره دارم میدونی سبک سنگین میکنم که یه دفعه یه حجم زیادی از مطالبم نگم که سرریز بشه. این آسونه. خب گوش کنین، اینا هم سخت نبودن ها، فقط شاید چون زیادن یه دفعه ممکنه که اذیتت بکنه. جدیدم هست برات، مگر اینکه قبلا شما یه چیزایی از اینا دیده باشی. من محور ایکس رو گفتم چیکار کنید دختر پسرا؟ گفتم قائم کنید. اگه اینجا قائم نکنی نوسان یه تست داره و تو موج باید قائم کنی، سختت میشه دیگه، عادت کردی بهش دیگه هم نمیشه. پس اینو ولش کن، قائم کن. تو دانشگاه هم وقت همینه. بعد که قائم کردی این میشه نقطه M، این میشه نقطه N. اینم چیه؟ نقطه او مرکز نوسان یا وضع تعادل. مبدأ زمان فعلا اینجاست همیشه، ولی جای دیگه هم باشه دیدی که بلدی، مهم نیست. کرونومتر دیگه، لحظه شروع بررسی حرکته. کاری که میخوام بکنم اینه که بیان یه دایره بکشید که قطر این دایره این پاره خطه باشه. قطر قائمش یعنی چی؟ یعنی اینجوری. خب یه خطچین هم اینجا بذارید. بعد مبدأ زمان اینجاست. فقط من این شکل رو میخوام تمیزش کنم، چون اگه اول قطر رو بکشم بعد دایره ممکنه خیلی، البته بدم نشد. خب حالا اینو استفاده میکنم دفعه بعدی، اول دایره رو میکشم بعد قطر رو. این مبدأ زمانه. نوسانگر اینجاست. وقتی که نوسانگر داره از اینجا میاد پایین، خلاف جهت محور میره. این محور X یا Y، هر کدوم دوست داری. محور Y هاست ولی ما بهش میگیم مکان X. اینجا خلاف جهت میره، سرعت منفی، بعد در جهت میره سرعت مثبت، در نقاط M و N تغییر جهت میده. شتابش به طرف مرکز نوسانه. یعنی اون شکله بود اینجوری کشیدیم، انگار اینو سر تو اینجوری بچرخون، از اینجا نگاش کن، یا اینو بردار 90 درجه بچرخون. کاری نداره که، بالاخره باید اول آخر این کارو بعداً انجام بدیم. الان انجام میدیم راحت چیم. یه خود الان کارمون بیشتر میشه ولی در عوض دیگه اصولی یاد میگیریم. پس اینو 90 درجه چرخوندم، یعنی کوسینوس شد سینوس، چون این محور کوسینوس، این محور کوسینوس. بعدم دایره میکشم. اسم این دایره رو میذارن دایره مرجع. همون دایره مثلثاتیه، فقط کاربرد فیزیکی داره. این دایره تو کتاب نیست، پس تو امتحان ترم مجاز به استفاده از این دایره نیستی.
این دایره امام دایره هاست. خیلی خفنه، مخصوصا اگه سوال سخت بدن. اگه سوال ساده بدن شما شاید اصلا به این دایره نیاز پیدا نکنی، ولی در سوالات دشوار شما باید حتما چیکار کنی؟ از این استفاده کنی. حالا چه جوری؟ گفتم یکی دو هفته دیگه کار داره. خیلی خوب. حالا یه لامپ اینجا روشن کن. وقتی که نوسانگر داره میاد پایین، سایش رو روی دایره فالو کن، دنبال کن ببین کجا میره. ببین، نگاه کن، سایش رو من مثلا آبی میگیرم. این نوسانگره، سایش وقتی داره میاد پایین میشه این. پس سایش روی دایره از اینجا تا اینجا میاد. وقتی میخواد بره بالا، لامپه رو به جای اونور این طرف روشن کن، به جای اونور اینور روشن کن. خب اون وقت چی میشه؟ این داره میره بالا. بیا بذار آبی بردارم، سایش میشه این. پس از اول از این به بعد یه دایره روی پاره خط میکشی، روی این دایره نکشی ها. پاسخنامه کتابا رو این کشیدن. چرا؟ چون دیگه نمیخواستن درد سر بدن به شما، بگن اینو قائم کن. منم شاید اگه میخواستم که کتاب بنویسم همین کارو میکردم. کار خوبی نیست، غلط نیست، کار خوبی نیست، یه ذره بعدن دچار درد سر میشی. ولی خب آخه باید باشه دانش آموز. من اینجا فیس تو فیس هم ندیدمش، لااقل یه آی کانتکتی باش داشته باشم، براش چی گفتم همه انگلیسی، خب یه توضیح براش بدم که آقا مثلا قصه اینه، ما اینو هم داریم قائم میکنیم بعد دایره میکشیم. پس هیچ وقت رو این دایره نکشین. قائم میکنی، دایره میکشی، لامپ روشن میکنی. حالا دست منو ببین، نوسانگر داره میاد پایین، سایش اینجا میره بالا، سایش اینجا. بله ببینید، اگه تونستی این کارو بکنی خونه، لازم نیست حالا چون کار سختیه. ببین یه بار دیگه آرومتر ببین. پس وقتی که نوسانگر یک نوسان انجام میده، سایش بر روی دایره، این نوسانگره، این سایشه. وقتی نوسانگر یک نوسان انجام میده، سایش بر روی دایره یک دور کامل میزنه. حالا برای چی باید بریم سایه رو بگیریم؟ ببین اگر من 5 ثانیه تو راه باشم، سایه من 5 ثانیه تو راهه. اگه من برسم، سایه من میرسه. شما اگه سایه یکی رو ببینی، میدونی که خودش هم اومده. از این به بعد برای سوالات دشوار اگه بخوای رو این بری، ممکنه یه ذره اذیتت کنه. برای اینکه اذیت نشی، به جای نوسانگر میتونی سایه‌شو رو بگیری. سایه نوسانگر بر روی دایره، جهت حرکت روی دایره همون جهت دایره مثلثاتی، یعنی پاد ساعتگرد خلاف جهت عقربه‌های ساعته. قرمز نوسانگر، آبی سایشه. وقتی نوسانگر یک نوسان انجام میده، سایش یه دور انجام میده. در دایره مثلثاتی این رو به یک دایره مثلثاتیه، این رو به 2، این رو به 3، این رو به 4. ولی ما چون مبدأ زمان اینجا زدیم، در واقع این در ابتدای حرکت خودش اول میاد رو به 2 رو میره، بعد رو به 3 رو میره، بعد رو به 4 رو، بعد رو به 1. خفن بشی که همین الانم میشی، شما باید وقتی که گفتن به نوسانگر مثلا از اینجا میاد تا اینجا، سایش داره ربع دوم دایره مثلثاتی رو میره. اون وقت هرچه که تو مثلثات بلدی هم میتونی استفاده کنی، هرچه هم اینجا اضافه تر یاد گرفتی میتونی تو مثلثات استفاده کنی. بریم ببینیم چی میشه. فقط من این دایره رو از این میرم اول، یعنی دایره رو میکشم. بفرم این دایره، این پاره خط نوسان، اینم یه قطر کمکی، مرکز نوسان، دو سر پاره خط یعنی نقاط بازگشتی، مرکز نوسان، مبدأ زمان هر جایی میتونه باشه. فعلا اینجا میگیرم، جای دیگه هم اشکالی نداره، بعدا میگیریم. این وقتی بیاد پایین، این روی پاره خط وقتی میاد پایین، روی دایره سایش پاد ساعتگرد میره. فرض کنید نوسانگر از اینجا آمد تا اینجا، سایش بر روی دایره از اینجا میاد تا اینجا، یعنی ربع چندم میره؟ ربع دوم دایره مثلثاتی رو. این ربع دومه، 1 2 3 4، ربع دوم. فرض کنید از اینجا میاد تا اینجا، سایش اینو میره، ربع سومو. فرض کنید نوسانگر تغییر جهت داد، در جهت محور شروع به حرکت کرد، اینجا رو رفت، سایش اینجا رو میره. فرض کنید از اینجا اومد تا اینجا، سایش ربع 1 رو میره.
از این به بعد شما این پاره خط رو دیدی باید بتونی ربع رو بگی، حتی نکشیده. میتونی، همین الان هم میتونی خودتو باور کن. بیا اینجا، این پاره خط است، میتونی دایره بکش. من نمیکشم تعمدن. مبدأ زمان بالا بگیر، لامپ روشن کن. ربع دو، این دوه، 1 2 3 4، ربع 2 3 4 1. پس از اینجا تا اینجا تکرار کن خونه. ربع چند رو میره؟ 2، بعدش 3 4 1. در هم میپرسم جواب بده تو خونه. حاضری؟ این ربع چنده؟ ربع چنده؟ ربع 3. من خودم فکر میکنم ربع 3. این ربع چنده؟ 4. این چنده؟ 1. این چنده؟ 2. دوباره ربع چنده؟ 4. ربع چنده؟ 2. ربع چنده؟ 1. ربع چنده؟ 3. خب آقا اگه تو کنکور بهمون اینجوری دادن چی؟ شک نکن اینطوری میدن. امتحان ترم هم اینجوری میدن. امتحان ترم دایره مایره میخواد؟ نه بابا، امتحان ترم گلابی، لازم نیست. دست شما درد نکنه. مرسی، خیلی ممنون. اب نداره، مرسی. توجه کردین؟ خب 6 تموم کنم؟ باش، چشم. بچه ها میگن که 6 تموم کنی، استودیو رو لازم دارن. ببخشید اون یه ربع رو من یه روزی یه خورده میبینید سر و وضعم چجوریه. من دوباره دیروز اهواز بودم، البته که دیشب تأخیر خدا رو شکر خیلی نداشتیم، ولی خیلی لولورده میام. بعد یه روزی میام براتون، بذارید یه خود درسون بره جلو که این آزمونا رو من نگرانی نداشته باشم. بعد یه بار میام برای علاقمندان، کلا خارج کتاب هر چی دوست داشتید، معتاد بیستون هم قوی شه که بتونم توضیح بدم. باشه، این کارو میکنیم. یعنی فکر نکنید که اون یه ربع رو فراموش کردم. جمع کنید، طلب شما چون قول داده بودم براتون انجام میدم. خب ببخشید من اینو بندازم اینجا، بعد بیام. خب جان باز کنید، داره باز کنید. الان چند دقیقه دیگه میخوامش. خب جزوه چیزم میخوام، کار انرژی. بله بچه ها، حالا تا چون چتتون رو من بستم که حواستون به چت نره، حواس منم پرت نشه، شما هم پرت نشه. البته که چتای شما به من انرژی میده، ولی خب یه موقع یه زمین تخکرا اون وسطا یه چیزی میگه، حواسم پرت میشه. 1 2 این که خودتون هم میخواین چت کنین، چون مبحث سنگین بود وقتی درس میدم میخوام حواستون به من باشه. فقط بعداً بهم تایید بدید. حالا فعلا که کار دارم تا یه 20 دقیقه دیگه که توی نوسان تموم شه. توی چگالی فکر کنم یه چند تا سوالا رو من حل نکردم، اینجوری یادمه که اونا رو براتون تا جایی که جون داشتید نوسان رو بگم، خسته شدید بریم تست بزنیم بشوره ببره. خانم آقایون اینجوری بهت میده، شما رو این دایره ممنوع قائم میکنی، دایره میکشی، ربع میگی. من فکر کنم میتونی، نمیتونی کله رو کج کن. اینجا مبدأ زمانه. دایره رو این نمیکشی، رو این داری میکشی، تو ذهنت داری این کار رو انجام میدی. میتونی این پاره خط رو قائم کن، دایره بکش، بگو ربع چند، بگو ربع چند. این ربع چنده؟ این همین اینه دیگه، ربع 2. این وقتی میره اون بالا، از اون بالا میاد پایین، ربع 2 دیگه. این چی؟ 3. این چی؟ 4. این چی؟ 1. مطمئنم میتونی. حالا این دایره انقدر بهت آپشن میده، انقدر بهت کمک میکنه که حد نداره، خودت هم باورت نمیشه. اولا در مورد علامت کمیات میخوام برات صحبت بکنم. بذارید من مثلا روی این دایره بگمش، چون عینش اینجا داریم دیگه. این ربع 2 بود، سبزه. این ربع 3، این ربع 4. اونا اینو میدن، شما میری رو دایره. این ربع 1.
نتیجه این که اگه نوسانگر مرکز نوسان باشه بیاد رو دایره یا اینجاست یا اینجا، چه فرقی با هم دارن؟ یکیشو داره خلاف جهت میره یعنی سرعت منفیه، یکیشو داره در جهت میره یعنی سرعت مثبت. حالا میخوام در مورد علامت این کمیات صحبت کنم. چیز جدیدی هم نیست. ببینین و این رنگا رو یه ذره خیلی رنگارنگ شد پاک کنم. بیا از اول دایره رو میکشم. این پاره خط نوسان، قطر کمکی، مبدأ زمان فعلا این بالا، هر جا دیگه هم باشه بلدی، اشکالی نداره. حالا بعدن وقتی که نوسانگر از اینجا میاد تا این پایین داره سایش ربع‌های چی رو میره؟ دوم و سوم. این قسمت آبی که اینجا رو میره سایش اینجا رو میره. اینجا بذار همه رو باز دوره رنگ نذارم، بذار نذارم، میخوام با احتیاط بگم که خستت نکنم. نوسان فوق‌العاده شیکه، فوق‌العاده شیکه، ماحصل ترکیب سمی حرکت و دینامیک و ریاضیات. اونم ریاضیاتش هم مشتق داره، هم انتگرال داره، هم مثلثات داره. فوق‌العاده. یعنی اگه من بخواستم اول نوسان رو بگم 4 ماه شاید طول میکشید، نصفتون هم اصلا نمیموندین کلاس من، مگر میخواستم حفظی درس بدم در حد کتاب. بنابراین اینجا قشنگ متبلور داره میشه چیزایی که خوندی ها، تازه توش کار انرژی هم داره، یعنی قشنگ قیمات تو ماستاست. معادله مکان که کوسینوسی بود من قائم کردم سینوسی گرفتم. معادله سرعت مشتق این کوسینوسی شد. معادله شتاب مشتق این منفی سینوسی شد. ضرایبش هم دیگه آقا گندش در آوردیم دیگه، آ امگا آ امگا 2. جلوی همشون هم که امگا تی به اضافه پی دومه. این امگا تی به اضافه پی دوم اگه تی رو صفر بذاریم چی میشه؟ یه بار برای زنگ پیش گفتم اگه تی رو صفر بذاریم پی دوم یعنی از این بالاست، یعنی مبدأ زمان این بالاست. یعنی اگر یه موقع اینجا نوشته بودن پی سوم شما ندارید معادله‌شو، ولی آماده باش. اگر اینجا نوشتن پی سوم یعنی مبدأ زمان یه جای اینجا بوده، پی سوم 60 درجه. اگه اینو گذاشتن 3 پی دوم مبدأ زمان این پایین بوده، ندارید ولی بلدی. آقا یه جوری گفتم شما میرین پی دوم رو عوض میکنی، تمام. پی دوم بگن 5 پی ششم اینجا بوده، بگن 3 پی دوم اینجا بوده، پی اینجا بوده، 0 اینجا بوده، هر جا بگن. اگر تی رو صفر بذاری الان اون بالاست که اینجا فعلا داریم اینو میخونیم. خب چی میشه حالا؟ هر جا سینوس مثبت مکان مثبت. دو جور میخوام بگم. ببین مگه این محور مکان نیست؟ درسته که محور ایگرگ هاست، ولی من مکان گرفتم اینجا، اسمش هم ایکسه. اینجا مکان صفره، بالاش مکان مثبت، پایین منفی. پس بنابراین اینجا مکان مثبته، اینجا بره رو دایره یا رو به 1 یا رو به 2. نتیجه در رو به اول و دوم مکان مثبته. اینا رو من زنگ پیشم نوشتم منتها روی این محوره. حالا الان دارم ریاضیش میکنم. پایین چی؟ مکان منفیه. اینجا چی؟ مکان صفره. خب این چیزی بود که با سینماتیک گفتیم. حالا میخوام با مثلثات بگم که اینجا تلاقی سینماتیک و مثلثات رو با هم ببینی. سینوس در رو به اول دوم مثبته، پس این مثبته اینم مثبته. بله اینجا سینوس چیه؟ منفیه، مکان منفی. سرعت رو میخوام بگم اول با سینماتیک. از اینجا تا اینجا خلاف جهت میره، سرعت منفی، یعنی ربع‌های دوم و سوم سرعت منفیه. بعد در جهت میره، ربع‌های چهارم اول سرعت مثبته. اینو با سینماتیک گفتم، زنگ پیشم گفته بودم، دوباره دارم میگم. ما مثلثات کوسینوس، حاجی کوسینوس در ربع دوم سوم منفیه، پس سرعت منفیه. در ربع چهارم اول مثبته، پس سرعت مثبته. واه به به به، همش با هم جوره. نظمو ببین، من که درست نکردم که. خب شتاب این سینوسه، این منفی سینوس مختلف العلامن. 10 بار گفتم، اثبات هم کردم، مکان و شتاب همیشه مختلف العلامن، مختلف الجهتن. اگه بردارشون رسم کنی، مکان مثبت، شتاب منفی. شتاب منفی یعنی برداراش رو به پایینه. اینجا مکان منفیه، پس شتاب مثبت. جونم، پس شتاب اینجا رو به پایینه، اینجا رو به بالا، به طرف مرکز. آ ضرب در و مثبت در منفی، منفی کنچونده است اینجا. آره دیگه، اینجا سرعت صفر بود، اینجا کنچونده است. منفی در منفی مثبت، تندشونده است.
منفی در منفی. منفی در مثبت شتاب و سرعت رو باید ضرب کنی و مکان رو نگیری اشتباهی. میشه منفی یعنی کند شونده، مثبت در مثبت تند شونده. اصلا من میگفتم اینجوری راحت‌تری که اینجا سرعت صفر قبلش کنده بعدش تند، اینجا سرعت صفر قبلش کنده بعدش تند. ببین اون قبل و بعد رو می‌خواستی رو پاره خط بگی رو هم میافتادن، ولی وقتی میره رو دایره از هم جدا میشن، دیگه امکان نداره اشتباه بشن. مضاف بر این که سوالات سخت‌ترش زمان میخوان که هفته دیگه میبینی راحت میگی. 4 تا نقطه داره که فرد تا فرد تو کنکور داره اینا میاد. کجان؟ 2 تاش اینه نقاط بازگشتی، 2 تاش هم این دوتان. خب اینا کجان؟ اینا همون مرکز نوسانه، من بردم رو دایره. پس مرکز نوسان خودش 2 تا نقطه است. بستگی داره خلاف جهت بره یا در جهت. 2 سر پاره خط هم یعنی نقاط بازگشتی هم 2 تاست. من اسم این 4 تا رو گذاشتم 4 رأس دایره مثلثاتی. اگر اینا رو گفتن که اینا رو میگن آسون‌تره. سخت‌تر هم میشه بدن. بله. کی میگم بهت؟ هفته دیگه. هفته دیگه بهت میگم. حالا شاید اینا رو نگفتن، شاید اومدن اینجا رو گفتن، اینجا رو گفتن، اینجا رو گفتن. هفته دیگه بهت یاد میدم. الانم میتونم ولی نمیخوام بهت فشار بیارم. چند تا اونا؟ 5 تا زاویه‌ان. 30 45 60 37 53. شانسش کمه، اگه بیاد خون جلوی چششونو گرفته. خب اون بهتون یاد میدم. فعلا شما 4 رأس دایره مثلثاتی رو بریم. 4 رأس دایره مثلثاتی. اینجا سرعت چنده؟ صفره. چرا صفره؟ آقا خب وایساده تغییر جهت میده. نه داداش، خودت به ما میگی ادا در میاری ریاضی، اینو برای ما ریاضیشو نشون بده ببینم. درسته که من خودم آره عاقلم، بالغم، میفهمم که 2 سر پاره خط سرعت صفر میشه، تغییر جهت میده، اما میتونی برام اثباتم بکنی؟ بله. مگه من نگفتم زنگ پیش اینجا سرعت صفر با سینماتیک؟ گفتم هم گفتید به به بلد بودید. ریاضیش چیه؟ ریاضیش اینجاها کوسینوس چنده؟ پی دوم و سه پی دوم. کوسینوس اینجا صفره، کوسینوس صفر سرعت صفر دیگه. بیا. میدونی اصل اینا چیه؟ باید معادله مثلثاتی حل کنی اگه میخوای اثبات کنی. ولی با این کاری که کردم میتونی معادله مثلثاتی رو با یه دایره حل کنی. حتی ریاضی تو میتونید معادلات مثلثاتی ساده، نه پیچیده ها، مثلا معادله کلاسیک و اینا، نه، معادلات مثلثاتی معمولی رو میتونید با دایره بدون حل جواب بدید. همونا که بود 2 کاپی به اضافه آلفا، 2 کاپی به اضافه پی منهای آلفا و فلان، اینا رو میتونید با دایره بگی. که من فعلا دایره‌شو دارم معرفی میکنم، روش حلش هفته دیگه. این که میگفتم میتونی از فیزیکم تو ریاضی استفاده کنی اینا هم افزایی کنن اینه. آقا اینجا کوسینوس صفره، اینجا سینوس صفره. پس اینجا که سینوس صفره، سینوسیا صفر میشن. آره؟ یعنی در مرکز نوسان مکان صفره. خب این که میدونستیم، خب اثباتش کردم. اینجا ببین، اینجا این بیاد رو دایره ایناست، یا صفر یا پی. صفر و پی سینوس صفره. سینوس صفر، مکان صفر، شتاب هم صفره. نتیجه در مرکز نوسان مکان و شتاب صفرن. مکان که آقا معلومه. خب شتاب چرا؟ خب شتاب برای اینکه با مکان رابطه خطی داره، متناسبن، گنگ مستقیم داره. پس در مرکز نوسان که اینجا باشه، کجا یه رنگی بگیرم، قرمز میگیرم. مرکز جان بیا بیرون. اینجا مکان صفره، شتاب صفره. قرار نیست حفظ بکنی. به جون مامانم اگه حفظ بکنی اصلا هیچ فایده ای نداره. خیلی از شما فارغ التحصیلید میدونید اگر حفظ بکنی حالت از نوسان به هم میخوره، اصلا متنفر میشی. در حالی که اگر بفهمی که یه پروسه ای داره که سینماتیک میخواست، که من اون یارو شروع از مهر رو گذاشتم که بچهای مهرم برسن، تابستونیا مطمئنم که مشکلی ندارید، ولی تو مدرسه و کتاب درسی هم یه مدل دیگه است، کتابای کمک آموزشی هم یه مدل دیگه است. من اینی که میگم خیلی بیشتره، ولی عوضش یه چیز حسابی و اساسیه. همین کارو تو دینامیک و حرکت هم کردم ها. خب اینجا سینوس صفره، کوسینوس چی؟ کوسینوس اینجا یکه، اینجا منه یک. میدونیم تو فیزیک 1 و منه 1 جفتش بیشین است. پس در این 2 نقطه کوسینوس 1 و منه 1 هن. 1 منه 1. اگه اینجا بود الان اومده رو دایره مثلثاتی راحت میگی کوسینوس اینجا 1، اینجا منه 1. ماکسیموم مثبت، ماکسیموم منفی. سرعت کوسینوسیه. پس در این 2 نقطه یعنی مرکز نوسان سرعت ماکسیمومه، یا مثبت یا منفی. در جهت محور بره یعنی تو 0 درجه. کوسینوس 0 1 میشه مثبت، خلاف جهت بره یعنی 180. کوسینوس 180 منفی 1 میشه منفی اومگا. بابا دفعه سوم دارم امروز اینو اثبات میکنم. چقدر همه چی به همه چی ربط داره. آره اینجوریه.
اصلا این همه تالا فیزیک چند ما خوندیم که اینجا برسه که اینا رو بریزیم تو همه رو دیگه به هم که بعد باش موج بخونیم و با فیزیک کلاسیک خداحافظی کنیم که بریم کوانتوم. خب دیگه چی بازم داری برامون؟ آره تکانه که مثل اینه دیگه، خودت جمع ضرب کن. نیرو هم مثل اینه، بیا اینم نیروش هم بنویسم، بیا نیرو. دیگه چی داریم؟ دیگه آماده ای؟ میخوام کار انرژی برات بیارم. کار انرژیش آسونه، نگران نباش. توصیه اکید میکنم با عمه شروع کن. عمه چی بود؟ انرژی جنبشی 1/2 mv2. حتما با اون شروع کن. با چیز دیگه شروع کنی یه ذره اذیتت میکنه. تا تو نوسان، تو موج، تو جریان متناوب اگر انرژی جنبشی دیدی، البته تو جریان متناوب نمیبینی، همین تو نوسان موج میبینی چون مکانیک اونجا برقه. انرژی جنبشی که گفتند 1/2 mv2. کا مساوی 1/2 mv2. 1/2 امش که ثابته، یه گنگ مستقیم دیگه. به جای کا برو از وی استفاده کن. خب وی رو از کجا بیارم؟ وی نا دیگه. خب داداش اینجا بود پاک کردم. وقتی که سرعت بیشینه است جنبشی هم بیشینه است. میشه حساب کنی برامون هفته دیگه، ولی همین الان خودت هم میتونی بذاری خدا وکیلی. ببین اینو ماکسیموم میذاری، نه ماکسیموم. این چی بود؟ اومگا بذار. فقط من هفته دیگه اینا رو مینویسم که یه دوره دیگه هم اینا دورشه. نتیجه اینجا کا چیه؟ ماکسیموم. یادت تو کار انرژی گفتم کا و یا همیشه علا کلنگی ان؟ یادت گفتم این کم شه این زیاد شه، محال این دوتا با هم زیاد شن با هم کم شن. یکی زیاد میشه یکی کم میشه. اینجا استکاک نداریم، چون داشته باشیم حرکت میراث ما نمیخونیم، دامنه ثابته. چون استکاک نداریم هر چی که کا کم شه یو زیاد میشه و بالعکس. اگه یه روز گفتن مثلا کا 10 ژول کم شده یو 10 ژول زیاد میشه. خب دیگه چی؟ کا به اضافه یو هم که ایه. چون استکاک نداریم ای ثابت. اینو بفهم لامصب، خیلی هم ساده است. چه جلسه سمی شد امروز. کا به اضافه یو همه چی داره آقا. دینامیک داره، سینماتیک داره، مثلثات داره، کار انرژی داره. گفتم بهت چون استکاک نداریم ای ثابت. داخل پرانتز استکاک صفره. چرا؟ چون حرکت نوسانی ساده، اون کلمه ساده سیمپل که اس داشت، اون ساده یعنی استکاک نداریم. داشته باشیم میشه میرا. خب اگه این زیاد شه این کم میشه و بالعکس. اگه این ماکسیموم شه خب این مینیموم میشه. مینیمومش چنده؟ 0. یادت باشه این خیلی مهم، ساده و مهم. از بین کا و یو وقتی که استکاک نداریم اینجا، خب حالا داشته باشیم هم که تو کار انرژی صحبت کردیم، وقتی یکیشون 0 میشه اون یکی ماکسیموم میشه و وقتی که این یکی 0 شه این یکی ماکسیموم. پس از بین کا و یو هر کی 0 شه دیگری چیه؟ ماکسیموم. فرض کنید که این ماکسیموم شده، این چند میشه؟ 0. و این 0 میشه، اینو بذار کنار. کای ماکس شد ای. بله یادت باشه اگه گفتن یو 0 پس کا ماکس و برعکس. و این که کا ماکس باشه یعنی میشه ای، چون باید جمع اینا بشه ای. وقتی یو 0 شده کا به تنهایی میشه ای دیگه. به همین خاطر گاهی در تستا میخوان بپیچوننت، میگن بیشینه انرژی جنبشی بگو. بابا منظورش از بیشینه انرژی جنبشی همون انرژی مکانیکیه. اگر کا 0 شه چی؟ یو ماکس میشه برابر با چی؟ ای. پس بیشینه انرژی جنبشی ایه، بیشینه انرژی پتانسیل هم ایه. پس از بین کا و یو هر کی 0 شه دیگری بیشینه برابر با ای. خیلی مهم بودین. با کی شروع میکنی؟ جنبشی. از چی کمک میگیری؟ سرعت. بیا اینجا از اول میرم. سینوس ببر رو دایره مثلثاتی. 0 و پی سینوس 0. اینجا سینوس 0 پس سینوسی ها 0 همه رگباری. کوسینوس سرعت 1 منهای 1 جفت شما میگیم ماکسیموم. پس اینجا سرعت بیشینه است. بعد سرعت بلافاصله میری سراغ جنبشی. چون سرعت بیشینه شده جنبشی هم بیشینه است برابر با چی؟ ای. پتانسیل چی؟ 0. بابا آقا بازگشتی ها رو هم بگو دیگه، کلک کارو بکن. بیا ایناست نقاط بازگشتی. خود این قرمزه این دوتا بودن ها. اینجا سینوس چنده؟ 1. اینجا چی؟ منهای 1. ماکسیموم مثبت، ماکسیموم منفی. سینوس ماکسیموم، مکانم ماکسیموم. ماکسیموم مثبت، ماکسیموم منفی. پس اینجا مکان ماکسیمومه. چی میشه؟ مثبت منفی آ. یکیش بالاست یکیش پایینه. مثبت آ منفی آ. شتاب.
چرا سرعت رو نمیگی؟ آخه جفت اینا سینوسی ان، اینا رو بگم. وقتی ماکسیموم اینم ماکسیموم، شتابم ماکسیموم. مثبت منفی یا منفی مثبت چه فرقی داره؟ فقط بدون که اینجا که مکان مثبت شتاب منفی، اینجا که مکان منفی شتاب مثبت. اینجا برات نوشتم. سرعت خب اینجا پی دوم این سه پی دوم کوسینوس صفر، سرعت صفره. بعد سرعت آقا میرحسینی گفت برو سراغ تکانه و نیرو، بعدم سراغ انرژی جنبشی. تکانه یه ام میاد، ببخشید نیرو یه ام میاد، تکانه هم اینجا یه ام بیاد صفر میشه بازم. جنبشی سرعت صفره، جنبشی هم صفره. پس پتانسیل ماکسیموم برابر با ای. به به چی شد؟ تخته رو نگاه نمی کنیم، یه دایره میکشیم، یه دونه خط اینجوری قائم میکنیم، دایره میکشیم، دو سر پاره خط نقاط بازگشتی. با من تکرار کن. مرکز نوسان میاد اینجا، اینجا سینوس صفره، پس سینوسی ها همه صفر میشن. کوسینوس ماکسه، کوسینوسی ها ماکس میشن. اینجا چی؟ دارم مثلثات درس میدم انگار، مثلثات خیلی ابتدایی. اینجا سینوس ماکسیمومه، فقط هر دو رو ما میگیم ماکسیموم، مثبت یک منفی یک جفت ماکسیمومه. سینوس ماکسیموم، سینوسی ها ماکسیموم، کوسینوسی ها صفر. برو بریم. سینوسی ها مکان ماکسیموم، شتاب ماکسیموم، نیرو ماکسیموم، سرعت صفر، جنبشی صفر، پتانسیل ماکسیموم برابر با ای. مرکز نوسان سینوس صفر، سینوسی ها مکان شتاب نیرو صفر. کوسینوس ماکس، سرعت ماکسیموم، سرعت ماکسیموم، جنبشی ماکسیموم، جنبشی ماکسیموم، پتانسیل صفر. به. حالا یه سم دیگه بهت بگم. سینوس. چرا با سینوس شروع کردی؟ گفتم بهت آپشن میده. کم کم داری آپشن ها رو میبینی. کوسینوس مشتقشه، منفی سینوس. کمیات اون چیه؟ این مکانه، این سرعته، این چی؟ شتابه، دیگه تکانه، دیگه نیرو. تو مرکز نوسان که میاد رو دایره صفر و پیه، سینوس صفره، سینوس صفره. اینو بفهم تمام، سینوس صفره. تو مرکز نوسان که میاد رو دایره صفر و پی میده، کوسینوس 1/1 جفت شما بهش میگیم ماکسیموم. پس وقتی سینوس صفره کوسینوس ماکسه. آقا اینو که خودمونم تو مثلثات میدونستیم. آره میدونم. اینم که مثل اینه. وقتی سینوس صفره کوسینوس ماکسه. فقط شما ماکستون مثبت منفی یک نمیگیرید، مثبت یک میگیرید. ما جفتشو ماکسیموم بگیریم. همین نتیجه. سینوس صفر کوسینوس ماکس. اینا چرا یکی در میونن؟ این شاهکار مشتق باز. وای چقدر اینا خوبن آخه. من حال میکنم این همه درس دادم این همه سال، خب نگاهشون میکنم متحیرم از این خلقت اینا. که چی؟ آیا ریاضی اختراع شده یا کشف شده؟ خیلی سوال سختیه. نمیدونیم. اگر خداوند و ریاضیدان در نظر بگیریم که قطعا همینطوره، پس ما کشف کردیم، اختراع نکردیم. اگه بگیم اختراع کردیم، خب یعنی اینکه نبوده ما درست کردیم. پس ببخشید مثلا زمین دور خورشید چجوری میچرخه؟ اینکه زمین تخت‌گرای کسی اونو ولش کن، اون یعنی ریاضیش در حد پنجم ابتدایی مونده. یعنی شما برسی به دبیرستان امکان نداره که یه همچین خبطی بکنی. آقا ما دیدیم تو اینستاگرام مثلا یارو 40 سالشه میگه اینا، با اینا رو ولشون کن. اینستاگرام ولش کن، گوگل هم ولش کن. گوگل کردن، اینستاگرام کردن، اینا رو ولش کن. کتاب بخونم تازه، نه هر کتابی. این صفره، این ماکس، این صفره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما با مشتق از توابع مثلثاتی صفر میشه ماکسیموم، ماکسیموم میشه صفر. داری میبینی دیگه، خودت هم بلد بودی. خب یعنی چی؟ یکیشو برات بگم. مثلا اگر نمودار سرعت زمان هر جا گیر کردی تو ریاضی نمیتونی ترجمه کنی، یعنی یه خورده سنگین، محض شده. بیاریش تو فیزیک روح پیدا میکنه. اون وقت بگو مثلا یه تابع مثلثاتی دارم، نقطه ماکسیمومش چرا باید مشتقش صفر شه؟ خب بیار تو فیزیک. اولا که برای تعیین نقاط ماکسیموم مینیمم مشتق میگیریم مساوی صفر قرار میدین. خودم تو حرکت شناسی گفتم. اگه نمیتونی اینجوری بگی، بگو آقا سرعت زمان وقتی که ماکسیموم میشه، شیب اونجا صفر در نقطه ماکسیموم.
مینیمم هم همینطوره، ما اون مینیمم هم بهش میگیم ماکسیموم ها. در نقاط اکسترموم ریاضی، یعنی این ماکسیموم، ماکسیموم مثبت، ماکسیموم منفی، شیب صفر، شیب شتابه دیگه. همچی چیزی جدیدی نبود، تو سینماتیک 2 ماه اینا رو استفاده کردیم. خب از این به این چی؟ از این به این ببین سینوس مثلا که همون چیزی که خودتون میگین، اینجا ببین شیب داره کم میشه، ببین شیب هی کم میشه، صفر میشه، بعد هی زیاد میشه، دوباره بعدش کم میشه. بیشترین شیب رو اینجا داریم. پس وقتی سینوس صفره شیبش ماکسیموم میشه. اینم ریاضیشه. خیلی خوبن که، یعنی با مشتق بگو، مشتق یه شاهکاره. درسته نیوتن درست کرده، ولی خیلی دانشمندا در پیشرفت مشتق و کاربرد مشتق نقش داشتن، مثل لایبنیتس، مثل لاگرانژ، مثل بعدش تازه بعد مشتق میره میشه معادلات دیفرانسیل. شما هنوز چیزی از مشتق نمیدونید، یعنی تهیشو ببینی قشنگ شاخکات میزنه بیرون. خب چی میخوای بهمون بگی آقا؟ حالا لزوما نباید این صفر میشد، شاید این ماکسیموم میشد. این برش مینویسم قاطی نشه. بیا اگه این ماکسیموم شه چی؟ اگه ماکسیموم شه این صفره. این چی؟ ماکسیموم. بنابراین در مورد مثلثاتی ها یکی در میون با مشتق صفر میشه ماکسیموم، ماکسیموم میشه صفر. یعنی چی؟ یعنی اگه گفتن مکان صفر، سرعت ماکسیمومه. دفعه 4 دارم اینو اثبات میکنم امروز. بسه دیگه، ولم کنین. ببین جایی که سینوس صفره، مکان صفره، مکان صفره مرکز نوسانه. به چند طریق گفتم در مرکز نوسان سرعت بیشینه است. اینجا یه بار دیگه داری میبینی. وقتی مکان صفره سرعت بیشینه است. وقتی مکان صفره شتابم صفره. به به، یعنی این دوتا متناسبن. به به، صفر شه صفر میشه، ماکس شه ماکس میشه. دو سر پاره خط نقاط بازگشتی، مکان بیشینه است سرعت باید صفر شه. آره دیگه تغییر جهت میده. چند بار بهت نشون بدم؟ بسه دیگه. بله اینو یادت باشه، حتما تو امتحان نهایی میاد. منتها دلایلشو نمیخوان، جا خالی میدن، جدول میدن، باید پر کنی. 100% هم میاد. خب با این رگباری میگی اثبات کردم به چند روش. حالا یه روز اثبات خواستن چی؟ نمیخوان. اگه خواستن هم انقدر روش بلدی، اونی که به کتاب میاد و بهت میگم بنویسی. پس هر وقت سینوس صفر شه کوسینوس ماکسه، یکی در میون. یکی در میون. یه چیز دیگه میخوام انرژی ها رو هم بگم. این دوتا هم اینجوری الا کلنگی بودن دیگه. گفتم با چه انرژی شروع کن؟ جنبشی. از کی کمک بگی؟ سرعت. این هاشش، این سرعت پدر سوخته. توان 2 برسه سرعت کوسینوسه، توان 2 برسه میشه انرژی جنبشی. نتیجه انرژی جنبشی رو هم برات سوسکی اینجا می نویسم، هفته دیگه بیشتر صحبت میکنم. اونم اینجوریه، فقط بدون انرژی جنبشی کوسینوس 2 توان 2 میرسه. واو. بله، یعنی اون جایی که کوسینوس ماکسیموم میشه، کوسینوس کجا ماکسیموم؟ اینجا. ببخشید اینجا، معذرت میخوام، اینجا صفره. تو دایره مثلثاتی اینجا کوسینوس صفر، اینجا ماکسیموم. سینوس تو صفر و پی صفر، کوسینوس ماکسیموم. اینجا جنبشی ماکسیموم برابر با ای. آره. بعد یو چی میشه؟ صفر میشه. لابد این یوه. آره. هفته دیگه برات میگم. فعلا بنویسم اینجا یو. خواهی دید هفته دیگه، ندارید ولی من براتون توضیح میدم که میشه سینوس 2. همین الانم میتونم بگم 2-3 دقیقه است، ولی دیگه میترسم که دیگه زیاد چه. بستتونه دیگه. بس خیلی بود. خیلی بود. فقط تکرار کن اینا رو. اگر خوب فهمیدی چیز مبهمی وجود نداره، هر چه که گفتم و برای خودت هی بساز. همینجوری داری راه میری تو تاکسی، تو اتوبوس، تو مترو، برای خودت هی اینا رو بساز. بگو مشتقین این میشه، این میشه اینجوری. بس بذار بقیه فکر کنن تو یه ذره مثلا شیرین میزنی. خب برای خودت اینا رو بساز. یه قلم کاغذ بعد هی بنویس. هی بنویس، سیاه کن. اگه نه ابهاماتی وجود داره، فیلم رو یه بار دیگه ببین. گفتم مبحث سنگینی درسش. بریم رو جزوه هم که گفتم خانم فرزادی زحمت کشیدن براتون گذاشتن توی پنلتون. اگرم شما از قبل تهیه کردید که دارید. صفحه 78. 79 شو سفید گذاشتم. میبینی؟ میدونی چرا؟ برای اینکه کلی مطلب من نوشتم تو این دست نویس. هر چیزی که دوست داری ببر تو اون سفیده بنویس، فقط ریز بنویس چون خیلی زیاده، هنوزم مونده. اون صفحه سفیده کمم میاد. اون یه صفحه‌ای که سفید گذاشتم صفحه بعدی، هر چی تو دست نویسه میخوای تو جزوت باشه اونجا ورد و بیار. ریز بنویس، فقط جا رو حروم نکنی. ببینیم آقا چیا رو درس دادی بهمون. ببینیم. اینو درس دادن.
اینا رو نگفتم هنوز، اینم نگفتم. اینو گفتم در جرم ضرب کردیم، اینا رو گفتم، رابطه شتاب مکان رو گفتم، انرژی ها رو هنوز نگفتم. البته اشاره کردم که انرژی جنبشی اینو گفتم، ولی از اینجا بعدش دیگه ادامه ندادم. دوست داشتید همین الان هم میفهمی خودت، این ماکس چه، اینم ماکس میشه، بیا میشه این. بعد وی ماکس رو میذاری چی؟ بذار بگم الان این 30 ثانیه است، آخه 30 ثانیه است. ببین این ماکسیموم شه، اینم باید ماکسیموم شه، گفتم دیگه. وی ماکسیموم چیه؟ آ اومگا. جای این بذاری آ اومگا میشه چی؟ آ2 اومگا 2. خب چیزی نیستش که. به این میگن فرمول انرژی مکانیکی، هر سال هم داره سوال میاد ازش تو کنکور. حفظ کنیم؟ نه بابا، چی رو حفظ کنین؟ تو 1/2 mv2 به جای وی ماکس بذاری میشه کای ماکس. کای ماکس هم که ایه. وی ماکس چی بود؟ همون آه که یه مشتق میگرفتیم اومگا میومد، یعنی آ اومگا. اومگا میذاری به تمام 2 میرسه، میشه آ2 اومگا 2. اصلا شما اینو فرمول نبین، این 1/2 mv2 که فقط و ماکس گذاشتم. اگه یو گفتن چی؟ این که دیگه از کار انرژی بلدی. یو میشه چی؟ ای من کا. چرا؟ آخه ای میشه کا به اضافه یو. هر وقت یو خواستن اینو برده بیار این ور، میشه ای من کا. پس اینم از این. دستگاه وزن فنر چی؟ اینو برات گفتم مگه نگفتم؟ اینم گفتم. اینو هنوز نگفتم، اینو بعدم میگم دیگه، بسه. این دوتا رو گفتم، اینو نگفتم. این چی؟ اینا رو نگفتم. همین یه ذره رو گفتم، اینم شد. این یارو چی؟ این پلا رو گفتم. صفر ماکسیموم، صفر ماکسیموم، صفر ماکسیموم. فقط این کاه چیه؟ گفتم کوسینوس 2 توان 2 داره. این یو چیه؟ سینوس 2 که اینو توضیح دادم. اینو قرار شد هفته دیگه بگم ندارید، ولی من خواهم گفت. تا 2-3 سال پیش تو فیزیک دهم بود، بعد حذفش کردن. توضیح خواهم داد. نخوندیم؟ این نموداره، این جزئیاتشه، اون جاهای دیگه اینا رو هم نخوندیم. اگه دقت کنید تقریبا تو این صفحه چیزی نخوندیم، ولی خب خیلی هاشو گفتم. یعنی اینا که تیک زدم خلاصه ای از اون چیزاییه که اینا رو هم هنوز نگفتم که الان این آخرین چیزیه که میخوام بگم بهتون و دیگه تشریف ببریم. یه دقیقه بیاین. آخه اینو از اول قول دادم که در موردش صحبت کنم. یه کوچولو. چی؟ یک، این که بابای من رفته 60,000 تومان داده 10 تا آب معدنی خریده. یعنی دونه چند خریده؟ 6 تومان. شما مبلغ رو تقسیم بر تعداد میکنی، اون چیزی که هزینه کردی اون یارو عدده رو تقسیم بر تعداد میکنی، مبلغ یه دونش به دست میاد. زمان رو تقسیم بر تعداد میکنی، مبلغ یه دونه یعنی دوره به دست میاد. زمان یه دونه، کل زمان به تعداد نوسانات اینو میده. اینو نوشتم تو جزوه. این چیز خاصی نیستش که، فرمول نیستش که. این چی آقا؟ مثلا میگن یه نوسانگری تو 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه 40 تا نوسان کرده. خب 120 ثانیه رو به 40 تقسیم کنی، زمان هر یه دونهش به دست میاد. این فرمول نیست که، این شعوره. شما فیزیک هم نمیخوندید، 5م ابتدایی هم بودی، اینو میفهمیدی، بارها این کارو کردی. مقدارتون رو تقسیم بر تعداد میکنید تا مبلغ مربوط، عدد مربوط به یه دونه به دست بیاد. یه تناسب داره. تناسب اثباتش اینجوریه: زمان تعداد نوسانات. اثباتش اینه. یه نوسان زمانش چیه؟ یه دوره. خب اگه n تا نوسان تو این مدت کرد چی؟ طرفین مساوی وسطن. تی بزرگ دوره است، تی کوچیک زمانه. میشه tn مساوی t. ترینیتروتولوئن شد. t مساوی tno. این یاروه. آ فرمول نیست ها. این یه موضوع دیگه اومگاه. اومگا آخه خودم چالششو به وجود آوردم برات زنگ پیش، گفتم میگم چی. اومگا چیه؟ اومگا اسمش سرعت زاویه‌ای یا بسامد زاویه‌ایه. واحدش هم رادیان بر ثانیه است. مثلا اگه یه روز بگن اومگا پی دوم رادیان بر ثانیه است، الان دیگه خودت بلدی اینو. این یعنی چی؟ n بار بهت گفتم عددو بده به صورت برای مخرج 1 بذار. یعنی چی؟ یعنی تو 1 ثانیه داره پی دوم زاویه طی میکنه. زاویه کجا میره؟ نوسانگری که کتاب گفته که زاویه نداره. خب این باید قائم شه. دایره بکشین. سایش نه خودش.
زاویه پیموده شده توسط سایه نوسانگر روی دایره در 1 ثانیه. این تعریفشه. الان دیگه فهمیدی. اگه دایره رو نمیگفتم هیچ وقت اینو نمیفهمیدی. اومگا سرعت زاویه‌ای یا بسامد زاویه‌ای، زاویه پیموده شده توسط نوسانگر، نه سایه نوسانگر بر روی دایره مرجع تو 1 ثانیه است. خب تو 1 ثانیه 90 درجه یعنی پی دوم میره، تو 2 ثانیه 180 درجه پی میره. چقدر طول میکشه یه دور بزنه؟ 360 درجه 4 ثانیه. پس دورش 4. آره این مفهومیشه. یه رابطه هم داره، یه تناسب درست میکنم. نگاه کن. زمان، زاویه پیموده شده طبق تعریف اومگا تو 1 ثانیه زاویه پیموده شده اسمش چیه؟ اومگا. خب تو یه دوره چی؟ تو یه دوره یه دور میزنه. یه دور یعنی 360 درجه یعنی 2 پی. طرفین مساوی وسطین. اومگا تی میشه 2 پی. اگه اومگا تی میشه 2 پی، این تیرم میبرم تو مخرج این، اومگا میشه 2 پی تی اوم. اینو شما تو 11 هم داشتید. به جای این تی یادت باشه اثبات کردم که با فرکانس رابطه عکس دارن. 1 فم بذاری اف میاد بالا میشه 2 پی اف. اینم میشه. آیا این فرموله؟ نه به خدا بازم فرمول نیست. چرا نیست؟ نگاه کن. کجاش فرموله؟ خودت بد میبینی. دیمانسیون بلدی، بیا بررسی کن. این رادیان این ثانیه خب میشه رادیان بر ثانیه. فقط ببین این رادیانه 2 پیه. 2 پی یعنی چقدر؟ یعنی یه دور زده. خب یه دور چقدر طول میکشه؟ یه دوره. خب آقا ببین زمان 2 پی رو گذاشتن تی دیگه. این چه فرمولیه؟ 2 پی یه دوره، سایه طی میکنه نه خود نوسانگر. زاویه پیموده شده توسط سایه تو چه مدت؟ تی. میخواد اصلا اینجوری ننویس. چیکار کنیم؟ بیا. میخواد نیم دور بگیرم. نیم دور بگیرم به جای 2 پی پی میره. اون وقت زمانش به جای یه دوره میشه تی دوم. 2 میاد بالا دوباره میشه این. پی دوم بگیر میشه تی چهارم دوباره میشه این. آقا این 2 پیه با این تی متناسبه. یعنی چی؟ متناظره. متناسب واژه خوبی نیست. متناظره. یعنی هر 2 پی روی دایره یه دوره طول میکشه دیگه. یه دونه تناظره، یه تناسبه. حتی میتونی اون وقت 2 برابر کنی، نصف کنی که در موردش هفته دیگه بیشتر صحبت میکنم. 360 درجه اگه درجه میخوای. 360 درجه. فقط اینو نوسانگر طی نمیکنه. کی طی میکنه؟ سایه. پس ببین ختم کلام. این دایره مرجع، این پاره خط نوسان، پاره خط کمکی، نوسانگر اینجاست. مبدأ زمان هر جایی میتونه باشه. اینجا میگیرم. نوسانگرمون اینجا حرکت میکنه. نوسانگر چی داره؟ سرعت داره. متر بر ثانیه داره. اومگا نداره؟ نه اومگا نداره. اومگا رو کی داره؟ سایش. وای چقدر خوبه، چقدر خوبه. برای اینکه متر بر ثانیه سرعتی که شما باش متر میری. متر بر ثانیه 20 متر بر ثانیه یعنی 20 متر در 1 ثانیه. رادیان بر ثانیه سرعتی که باش زاویه میری. برای همین این میخواسته که مثلا سرعت زاویه رو اسمشو عوض کرده گذاشته بسامد زاویه ترجمهشو که شما حساس نشید. دایره رو نگه. ببینیم خیلی خوبی تو آخه. قرمزه متر بر ثانیه داره باش متر میره. آبی رادیان بر ثانیه باش رادیان میره. در حرکت نوسانی نوسانگر متر میره با متر بر ثانیه و شتاب رادیان بر مجذور ثانیه. سایش رادیان میره با رادیان بر ثانیه. آقا این اومگاه میشه مثلا رادیان بر مجذور ثانیه هم داشته باشه؟ بله دیگه، ولی دیگه حرکت نوسانی ساده نیست. تا همینجاش هم بس دیگه. جلسه سنگینی بود بچه‌ها، دمتون گرم. ایشالله که نهایت استفاده رو کرده باشین. خودم میدونم که سنگینه ولی فوق‌العاده زیبان. چرا سنگینه؟ چون حرکت، دینامیک، مثلثات، کار و انرژی همه با هم. چطور بود؟ چطور بود؟ خب عالی، خیلی عالی. هر کسی که به نظرش سنگین بود براش دوباره ببینه. تنها راهش اینه.
حتی 2 بار اگر دیدی جواب نمیده 3 بار. اگه دیدی 3 بار دیدی نشد، تک و توک دیدم، یعنی دیگه به نظر من برو دکتر رشته‌ت هم عوض کن. ولی به نظر من حداقل نصفتون همشو فهمیدید که دارم میبینم عالی، خودتون عالی بودید. خیلی سنگین بود، خودم میدونم خیلی سخته. سخت نیستا، سنگینه. چرا؟ چون همه چی با همه. دوستش داشتین؟ خب من تکلیفتون رو بگم، باید استودیو رو تحویل بدم. تکلیف اول اینکه اگر ویدیو آفلاین حل تستای گرما رو ندیدید حتما ببینید. من این همه اومدم تا 12 شب اینجا، بچهای ادمینای عزیزم خانم فرزادی و خانم نیکومنش اینا رو اذیت کردم، گرفتم. بعد نامردا ندیدین، خیلی نامردین. بعدم شب رفتم خونه، خانمم باهم دعوام کرد. خب گفتش کجا بودی 12 شب، کدوم استودیو؟ گفتم به خدا کلاس داشتم. باور نمیکرد. گفت انداخت من بیرون، گفت برو همونجایی که بودی برو. گفت لابد شامم خوردی، بهت شامم دادن. گفتم نه نخوردم، اتفاقا میخواستن بدن، من خودم نخوردم. خب هیچی دیگه. اینقدر فیلم رو وایسادم تا فرداش جواب منو نمیداده، تا فیلم آفلاینش آماده شد بهش نشون دادم. گفتم ببین پیرنمو، ببین نگاه کن، این همونه. گفتم بفرستین دیگه. خلاصه اینقدر اینا رو گفتیم، خانممون قبول کرد. خب میگه آره خودتی، تا 12 شب استودیو رفتی آفلاین گرفتی. خب لطفاً ببینید فیلمو. تکلیف گرما بزنید 120 تست مضربی. دینامیک بزنید هنوز 120 تست منبع اول تموم شده، منبع دوم. خب اگه نمیتونید 90 تا بزنید. اگه نمیتونید این 120 تا رو کم نکن دیگه، یا دیگه کمتر از 90 تا نکن. اینو مثلا 30 تا بزن، 60 تا بزن. آزمونم 2 هفته دیگه میگیرم. 2 هفته دیگه چی میگیری؟ حرکت، دینامیک، کل دهم. کی؟ 2 هفته دیگه. امروز چندم؟ دوم، نهم، 16 آذر، روز دانشجو هم هست. بله خسته نباشید، خدا قوت. ایشالله که خدا بهتون سلامتی بده که این همه زحمت میکشید. اگرم نمیکشید خاک تو سرتون کنن که دارید فقط حیف نونید. اونی که درس نمیخونه و تلاش نمیکنه، اونی که زحمت میکشه دمت گرم. فقط رشته ریاضی من باید حرکت دایره‌ای بگم، یا فوق‌العاده براتون میذارم آنلاین اگه بشه، اگه نشد آفلاین میگیرم عین سقوط آزاد. ریاضی ها یه 5 بدید. الان میام 30 ثانیه دیگه. کاملا امیررضا جمالی، دقیقاً هفته دیگه میخوام بگم. قربون دمیرعلی میربابایی. ریاضیا ترمو نه، الان ترمو نمیرسم، شرمنده نمیرسم. ترمو رو اگه خواستید باید صبر کنید خودتون بخونید، شرمنده نمیشه دیگه، خیلی دیگه سرعتش میره بالا. ریاضیا فعلا اولویت حرکت دایره‌ایه. خداحافظ تا هفته دیگه. آمدم.